ایران درس و پیام بسیار بزرگ برای زمامداران و حاکمان نظامهای اسلامی دارد. ای زمامداران، ای حاکمان، ای کسانی که در اریکه قدرت و صلاحیت تکیه زده اید، غافل نشوید، ظالم نشوید، بیرحم نشوید، آخرت را فراموش نکنید، صداقت و عدالت را فراموش نکنید، مسئولیت سنگین امارت و سرپرستی و متولی بودنتان را بر ملت مسلمان فراموش نکنید که مرگ می آید و هیچ چیز دنیا جلب مرگ را گرفته نمی تواند. قدرت و سلطنت و پادشاهی دنیا، گارد و محافظ چار اطرافتان، موترهای زره، هواپیماهای پیشرفته نمی تواند جلب مرگ را بگیرد. مرگ ناگهان می آید، اما اگر در راستای این مسئولیت سنگین غفلت کرده باشی، بدان که راه برگشت وجود ندارد. زندگانی دنیا جاده یک طرفه است، رفت دارد و برگشت ندارد. بیدار باش، یک روز مرگ دروازه تو را هم به یک وسیله در میزند. اما این پیام رسول صلی الله علیه و آله و سلم را بشنو. پیامبر محبوب من میفرماید: ما من وال یلی رعیة من المسلمین فیموت وهو غاش لهم الا حرم الله علیه الجنه. اگر هر کس یک بخش از امور امت من و مسلمان ها را متولی و سرپرست می شود، امیرشان تعیین می شود، اگر در حالت مرگ به سراغش بیاید که در حق رعیت خیانت کرده باشد، بیعدالتی کرده باشد، ظلم و بیرحمی کرده باشد، قطعا الله جل جلاله بهشت را بر اون انسان حرام نموده است. این پیام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. دنیا ما را فریب ندهد، 4 روز قدرت دنیا ما را فریب ندهد، 4 روز نام و شهرت درون خالی دنیا ما را فریب ندهد، 4 روز مال و ثروت و لذت های دنیا ما را فریب ندهد. زندگی ابدی و دایمی ما پس از مرگ شروع می شود و ما روز در دادگاه عدل الهی قرار گرفتنی هستیم. روزی که در میان ما و الله ترجمانی نیست، واسطه نیست. ما تنها باید در برابر هر عمل کردمان در دادگاه عدل الهی جواب بگوییم و حساب پس بدهیم. اون روز را فراموش نکنیم. اگر تاجریم، اگر عالمیم، اگر مجاهدیم، اگر امیریم، اگر حاجی و صوفی و تبلیغیم، اگر عوامیم، اگر دهقان و کشاورزیم، اگر پیریم، اگر جوان، اگر مرد و زنیم، فراموش نکنیم مرگ به سراغ ما می آید و آمدن مرگ ناگهانی هست. آمادگی برای مرگ و رفتن پس از مرگ به سوی الله جل جلاله داشته باشیم. از مرگ نترسیم، از این بترسیم مرگ به حالت به سراغ ما بیاید که با باری از غفلت و گناه ما را به سوی الله ببرد، دوباره چانس برگشتم نداشته باشیم. از این بترسیم